بوفالو هامپ به تجمع چربی در ناحیه پشت گردن و بالای ستون فقرات پشتی یا تراسی گفته میشه. بوفالو هامپ فقط یه برجستگی نیست و اثر دومینویی روی تنفس، کور استابیلیتی و حتی تیلت لگن ایجاد میکنه. اما چه عواملی باعث ایجاد بوفالو هامپ میشه؟ شایع‌ترین علت فوروارد هد پوسچره، یعنی وضعیت سر به جلو. بدن برای کاهش فشار چربی و فاشیا را در ناحیه C7 تجمع میده. عامل دوم خمیدگی بیش از حد ناحیه پشتی که باعث تجمع چربی در تقاطع گردن و ناحیه پشتی میشه. ضعف عضلات عمقی گردن و کتف، فعالیت بیش از حد عضله تراپز فوقانی و لواتور اسکاپولا، نشستن‌های طولانی مدت با موبایل و لپتاپ در صورتی که سر و شونه‌ها به سمت جلو خم شده، اختلالات هورمونی مثل کورتیزول بالا و مصرف زیاد کورتون‌ها. بوفالو هامپ سبب افزایش قوس گردنی یا همون لوردوز گردن، کاهش تحرک مفاصل گردن و ایجاد سردردهای سرویکوژنیک میشه. پس اولین قدم درمان اصلاح پوسچر سرگردن یا همون وضعیت سرگردنه. تمرینات تقویتی عضلات عمقی گردن، تمرینات کششی برای عضله تراپز فوقانی و لواتور اسکاپولا و همچنین استفاده از مدالیته‌های های تک مثل لیزر تکار، شاک ویو و مگنت های تسلا کمک میکنه که عوارض عضلانی اسکلتی بوفالو هامپ کمتر بشه.